نغمه بعد از مرخص شدن از شفاخانه درباره مریضیش چی بیان کرده است؟ نغمه در چی حالت اکنون در امریکا به سر میبرد؟ سخنان تازه و باور نکردنی نغمه درباره مریضیش و گریه های جانسوز شفیق مرید و منگل شوهر ازبق نغمه که اصلا باورتان نمی شود. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه هنرمند سابق قدار، مشهور، محبوب و یکی از هنرمندان تاریخ ساز در هنر موسیقی افغانستان بوده است. نغمه کارهای هنری خود را بیشتر از 5 دهه می شود در افغانستان ادامه می دهد. نغمه را می توان از جمله اولین خانم های دانست که در هنر موسیقی افغانستان قدم گذاشت و توانست شهرت و محبوبیت خوبی کسب کند. هرچند نغمه پشتون می باشد، وی با منگل در سن نوجوانی ازدواج کرد و این دو آهنگ های ماندگاری ثبت کردند که تاکنون آهنگ هایشان جاودان و ماندگار است. نغمه چند قبل به دلیل مبتلا شدن به سرطان در شفاخانه در امریکا بستری بود، اما جدیدا نغمه در صفحه تیک تاکش لایف آمده است و مژده شفایاب شدنش را برای دوستداران و علاقمندانش بیان کرده است. نغمه اکنون صحت خوبی دارد و در کشور امریکا زندگی می کند، اما منگل شوهر سابق نغمه به خاطر مریضی نغمه از تمامی دوستداران و علاقمندانش طلب دعا و نیایش کرده بود. من هم آرزوی صحتمندی، کامیابی و موفقیت برای این هنرمند تاریخ ساز در هنر موسیقی افغانستان خواهانم. کارهای هنری نغمه در صنعت موسیقی افغانستان هرگز فراموش نخواهد شد. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سلامتی شما نازنینان آرزوی همیشگی من است. تا درودی دیگر، بدرود.